بله عائله این جمع شدن دو جنسی از هم مختلف، یعنی جمع شدن مرد با زن با راهی حلال است. تعریفی درست و ماهیت عائله همین است، نه آنگونه که حالا در عهدنامه‌های بین المللی و قانون‌های کشورهای بنام پیشرفته این تعریف را تغییر داده عائله را جمع شدن دو شخص نام نهادند. دو شخص در نظر آنان به عقیده فاسد آنان شرط نیست که آن دو شخص جنسشان مختلف باشد، امکان دارد دو مرد یا دو زن باشد و عائله برپا گردد. این طایفه ای که فطرتشان تاریک و ناپاک گشته، انسانیتشان ممسوخ شده است و از زینه چهارپایان هم پایین تر رفته‌اند، میخواهند قانون الهی را در هستی که او تعالی عائله نخستین را از زن و مرد هست کرده است تغییر دهند. امروز برای اهل عالم تلقین کرده ایستادند که هر گونه جمع شدن عائله نام دارد. این تشویقات و ترغیبات ضد انسانی، ضد آدمی، ضد فطرت پاکیزه است که کشورهای غربی میان کشورهای سوم و جامعه های مسلمانی آن را پهن کردن میخواهند. عائله این جمع شدن با راه حلال میان مرد و زن است دوستان گرامی، که مقصد از بنیاد آن به میان آمدن انس، الفت، آرامش و ادامه یافتن نسل و ذریه انسان و اینچنین آبادی عالم است.